بابا من خسته شدم، میخوام مهاجرت کنم برم. کجا میخوای بری دختر؟ خارج از کشور، حداقل اونجا میرم کار میکنم. بری خارج از کشور؟ مملکت اجنبی؟ تو مملکت خودت کار کن، همینجا موفق شو، همینجا زندگی کن. بابا اینجا 10-15 تومن بیشتر بهم حقوق نمیدن، نه میتونم خونه بگیرم، نه میتونم ماشین بگیرم، نه میتونم لباس بگیرم. بابا برم اونجا حداقل کار کنم، شاید هم برم دانشگاه ها. بری اونجا دانشگاه؟ تو مملکت اجنبی؟ تو مملکت خودت برو دانشگاه، همینجا درس بخون، همینجا پیشرفت کن، همینجا موفق شو. بابا اینجا من دانشگاه برم ترمی 10 تومن، حداقل میرم اونجا. تازه شب با یه پسرم آشنا شدم، ازدواج کردم. چی؟ بری با اجنبی ازدواج کنی؟ تو مملکت خودت ازدواج کن، همینجا بچه دار شو. شناسنامه ایرانی باید داشته باشه بچه ای تو. بابا چی میگی؟ جایزه میدونی چقدره؟ من اگه بخوام یه یخچال بگیرم الان 300 میلیون پولشه. خب برم بمیرم بهتره دیگه. پس برو بمیر. بمیرم؟ اصلا میدونی تو سنگ قبر چقدر قیمتشه؟ تازه باید تو مراسم سوم بگیری، پنجم بگیری، چهلم بگیری، دهم بگیری، صدم بگیری، یه سال هم بگیری. خب پس این بنده خدایی که قرار بود تو رو ببرتت مطمئنه؟ آره بابا مطمئنه، فقط یه چند بار احتمالاً سر راه بمیرم دیگه فوقش. باشه، باز این بهتر از این که تو مملکت خودت بمونی. برو همونجا بمیری بهتره تا اینجا بمونی. راست میگی، برو. الو